روز مرد در راه چشمانش به کودک می افتد که با پایهای لوچ توپ بازی می کرد. هوا که بسیار سرد بود، رحم آن مرد می آید و از دستان کودک گرفته به مغازه می برد و برایش یک پای افزال را خریداری می کند. کودک بسیار خوشحال می شود، خرسند می شود و بر روی مرد نگاه کرده می گوید: امک، شما خدایید؟ مرد حیران می شود، می گوید: نه، من خدا نیستم. کودک می گوید: پس شما دوستی خدایید، زیرا من شب گذشته از خداوند عیناً چنین پای افضال را طلب کرده بودم. عزیزان، بیایید دوستی خدا باشیم، ما هم نیکی کنیم.